تو من نظر میکنی که من در همین کار تو رضا هستم یا نه؟ در همین گرفتن تو، در همین قپیدن تو، در همین زدن تو، در همین برداشتن تو من رضا هستم یا نه؟ رضای خدا. برای همون علمای اهل طریقت گفتن که نظر در قدم اونا با پا مقید کردن، برای پیشتر عمل تا حرکت نشوه، از جا جنبش نشوه، اجرا کردن نمیشوه. برای همون نظر در قدم گفتن. آدم در قدم هر قدمی میانداختگیشون در نظر کنه. عبرت و پند و نصیحت که من قدم برای خدا باشد، برای رضای خدا باشد. در همین قدم داختگی من خداوند خوشنود است، رضا هست، ناخوشنود است. خیلی 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 خیلی. دست چپ هم همچنین خداوند پروردگار عالم باید قدرتش بعضی را 4 دسته کرد، 6 دسته کرد، از اینم زیاد داد. در آیت قرآن گفت که ملائکه را من 4 بال، 3 بال، 2 بال از این کم و زیاد کردم در علم قدیمم. این علم حضرت خداوند جل جلاله را ببینه. خواه طرف راست، خواه طرف چپ، خواه بعید است مناوله کند، گیر و کار کند، عمل و اعمال کند، گفتار و کردار کند، اشارت و حکومت کند. باید که اشارت کرد خدا بایدش بزنه. خدا اینجا گفت من همینجا هم، من در پنجه تو تیارم، همینجا نامم نوشته شده که نام منه که دیدی باید بزنم. عادتا نام یک کس نوشته شده باشد، همون محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر آخر زمان، ابوبکر صدیق یار پیغمبر، خسر کلانی حضرت محمد علیه السلام، محبوب ترین خلق و امت خدا، امت پیغمبر.